آتش خاموش. آغاز یک فاجعه. سقوط نهاوند در سال 21 هجری 14 قرن تاریخ پرحادثه و با شکوه ایران باستان را که از 7 قرن قبل از میلاد تا 7 قرن بعد از آن کشیده بود پایان بخشید. این حادثه فقط سقوط دولتی با عظمت نبود، سقوط دستگاهی فاسد و تباه بود، زیرا در پایان کار ساسانیان از پریشانی و بی‌سرانجامی در همه کارها فساد و تباهی راه داشت. جور و استبداد خسروان آسایش و امنیت مردم را عرضه خطر می کرد و کژگویی و سوسرایی موبدان اختلاف دینی را می افزود. از یک سو سخنان مانی و مزدک در عقاید عام رخنه می انداخت و از دیگر سوی نفوذ دین ترسایان در غرب و پیشرفت آیین بودا در شرق قدرت آیین زرتشت را می‌کاست. روحانیان نیز چنان در اوهام و تقالید کهن فرو رفته بودند که جز پروای آتشگاه‌ها و عواید و فواید آن را نمی داشتند و از عهده دفاع از آیین خویش هم بر نمی آمدند. وحدت دینی در این روزگار تزلزلی تمام یافته بود و از فسادی که در اخلاق موبدان بود هوشمندان قوم از آیین زرتشت سرخورده بودند و آیین تازه‌ای می جستند که جنبه اخلاقی و روحانی آن از دین زرتشت قوی تر باشد و رسم و آیین طبقاتی کهن را نیز در هم فرو ریزد. نفوذی که آیین ترسا در این ایام در ایران یافته بود از همین جا بود. عبث نیست که روزبه ابن مرزبان یا چنان که بعدها خوانده شد سلمان فارسی آیین ترسا گزید و باز خرسندی نیافت. ناچار در پی دینی تازه در شام و حجاز می رفت. باری از این روی بود که در این ایام زمینه افکار از هر جهت برای پذیرفتن دینی تازه آماده بود و دولت نیز که از آغاز عهد ساسانیان با دین توأم گشته بود دیگر از ضعف و سستی نمی توانست در برابر هیچ حمله‌ای تاب بیاورد و بدین گونه دستگاه دین و دولت با آن هرج و مرج خونالود و آن جور و بیداد شگفت‌انگیز که در پایان عهد ساسانیان وجود داشت دیگر چنان از هم گسیخته بود که هیچ امکان دوام و بقا نداشت. دستگاهی پریشان و کاری تباه بود که نیروی همت و ایمان ناچیزترین و کم‌مایه ترین قومی می توانست آن را از هم بپاشد و یکسره نابود و تباه کند. بوزنزیه یا چنان که امروز میگویند بیزانس که دشمن چندین ساله ایران بود نیز از بس خود در آن روزها گرفتاری داشت نتوانست این فرصت را به غنیمت گیرد و عرب که تا آن روزها هرگز خیال حمله به ایران را نیز در سر نمی پرورد جرأت این اقدام را یافت. بدین ترتیب کاری که دولت بزرگ روم با آیین قدیم ترسایی نتوانست در ایران از پیش ببرد دولت خلیفه عرب با آیین نورسیده اسلام از پیش برد و جایی خالی را که آیین ترسایی نتوانسته بود پر کند آیین مسلمانی پر کرد. بدین گونه بود که اسلام بر مجوس پیروزی یافت. اما این حادثه هرچند در ظاهر خلاف آمد عادت بود در معنی ضرورت داشت و اجتناب ناپذیر می نمود. سالها بود که خطر سقوط و فنا در کنار مرزها و پشت دروازه‌های دولت ساسانی می غرید. مردم که از جور فرمانروایان و فساد روحانیان به سطوح بودند آیین تازه را نویدی و بشارتی یافتند و از این رو بسا که به پیشواز آن می شتافتند. چنان که در کنار فرات یک جا گروهی از دهقانان جسر ساختند تا سپاه ابو عبیده به خاک ایران بتازد و شهر شوشتر را یکی از بزرگان شهر به خیانت تسلیم عرب کرد و هرمزان حاکم آن بر سر این خیانت به اسارت رفت. در ولایاتی مانند ری و قمص و اصفهان و جرجان و طبرستان مردم جزیه را میپذیرفتند اما به جنگ آهنگ نداشتند و سببش آن بود که از بس دولت ساسانیان دچار بیدادی و پریشانی بود کس به دفاع از آن علاقه‌ای و رغبتی نداشت. از جمله آوردند که مرزبان اصفهان فازوسبان نام مردی بود با غیرت
چون دید که مردم را به جنگ عرب رغبت نیست و او را تنها می‌گذارند، اصفهان را بگذاشت و با 30 تن از تیراندازان خیش راه کرمان پیش گرفت تا به یزدگرد شهریار بپیوندد. اما تازیان در پی او رفتند و بازش آوردند و سرانجام صلح افتاد بر آنکه جزیه بپردازند. و چون فازوسپان به اصفهان باز آمد، مردم را سرزنش کرد که مرا تنها گذاشتید و به یاری بر نخواستید. سزای شما همین است که جزیه به عربان بدهید. حتی از سواران بعضی به طیب خاطر مسلمانی را پذیرفتند و به بنی تمیم پیوستند. چنانکه سیاه اسواری با عده‌ای از یارانش که همه از بزرگان سپاه یزدگرد بودند، چون کر و فر تازیان بدیدند و از یزدگرد نومید شدند، به آیین مسلمانی گرویدند و حتی در بسط و نشر اسلام نیز اهتمام کردند. همین نومیدی ها و ناخرسندی ها بود که عربان را در جنگ ساسانیان پیروزی داد و با سقوط نهاوند عظمت و جلال خاندان کسری را یکسره در هم ریخت. این پیروزی که اعراب در نهاوند به دست آوردند، امکان هر گونه مقاومت جدی و مؤثری را که ممکن بود در برابر آنها روی دهد نیز از میان برد. در واقع این فتح نهاوند در آن روزگاران پیروزی بزرگی بود. پیروزی قطعی ایمان و عدالت بر ظلم و فساد بود. پیروزی نهایی سادگی و فداکاری بر خودخواهی و تجمل پرستی بود. رفتار ساده اعراب در جنگ‌های قادسیه و جلولا و پیروزی شگفت‌انگیزی که بدان آسانی برای آنها دست داد و به نصرت آسمانی میمانست، جنگجویان ایران را در نبرد به تردید میانداخت و جای آن نیز بود. این اعراب که جای خسروان و مرزبانان پرشکوه جلال ساسانی را می گرفتند، مردم ساده و بی پیرایه‌ای بودند که جز جبروت خدا را نمی دیدند. خلیفه آنها که در مدینه میزیست از آن همه تجمل و تفنن که شاهان جهان را هست هیچ نداشت و مثل همه مردم بود. آنها نیز که از جانب او در شهرها و ولایت‌های تسخیر شده به حکومت می نشستند و جای مرزبانان و کنارنگان پادشاهان ساسانی بودند، زندگی ساده فقرآلود زاهدانه یا سپاهیانه داشتند. سلمان فارسی که بعدها از جانب عمر به حکومت مدائن رسید، نان جوین می‌خورد و جامه پشمین می‌داشت. در مرض موت می‌گریست که از عقبه آخرت جز سبکباران نگذرند و من با این همه اسباب دنیوی چگونه خواهم گذشت. از اسباب دنیایی نیز جز دواتی و لؤلؤینی نداشت. این مایه سادگی سپاهیانه یا زاهدانه البته شگفت‌انگیز بود و ناچار در دیده مردمی که هزینه تجمل و شکوه امرا و بزرگان ساسانی را با اسرت و رنج و با پرداخت مالیات‌ها و سخره‌ها تأمین می‌کردند، اسلام را ارج و بهای فراوان می‌داد. در روزگاری که مردم ایران خسروان خیش را تا درجه خدایان می‌پرستیدند و با آنها از بیم و آزرم رویاروی نمی شدند و اگر نیز به درگاه می رفتند پنام در روی می کشیدند، چنان که در آتشگاه ها رسم بود، عربان ساده دل وحشی طبع با خلیفه پیغمبر خیش که امیر آنان بود در نهایت سادگی سلوک می کردند. خلیفه با آنها در مسجد می نشست و رای می زد و آنها نیز بسا که سخن وی را قطع می کردند و بر وی ایراد می گرفتند و این شیوه رفتار و اطوار ساده ناچار کسانی را که از احوال و اوضاع حکومت خیش سطوح بودند بران می داشت که عربان و آیین تازه آنها را به دیده اعجاب و تحسین بنگرند. باری سقوط نهاوند که نسبنامه دولت ساسانیان را ورق بر ورق به طوفان فنا داد، بیدادی و تباهی شگفت‌انگیزی را که در آخر عهد ساسانیان بر همه شؤون مملکت رخنه کرده بود پایان بخشید و دیوار فرو ریخته دولت ناپایداری را که موریانه فساد و بیداد آن را سست کرده بود و ضربه‌های کلنگ حوادث در ارکان آن تزلزل افکنده بود، عرضه انهدام کرد. مقاومت‌های کوچک محلی که از آن پس از فتح نهاوند
در شهرها و دههای ایران گاه در برابر عربان روی داد، البته برای مهاجمان گران تمام شد. اما همه این مقاومت‌ها نتوانست سواران نیزه‌گذار را از ورود به کشور شهریاران و سرزمین جنگی سواران منع نماید. مقاومت‌های محلی. این مقاومت‌های محلی غالباً بیش از یک حمله دیوانه‌وار عصبانی نبود. پس از آن سقوط مهیب که دستگاه حکومت و سازمان جامعه ایرانی را در هم فرو ریخت، این اضطراب‌ها و حرکت‌ها لازم بود تا بار دیگر احوال اجتماعی قوام یابد و تعادل خود را به دست آورد. ری پس از سقوط نهاوند به دست عربان افتاد. مردم چندین بار با فاتحان صلح کردند و پیمان بستند، اما هر چندگاه که امیر تغییر می‌یافت سر به شورش برمی‌آوردند. مدت‌ها بعد، یعنی در زمان حکومت ابو موسی اشعری بر کوفه و اعمال آن بود که وضع ری آرام و قرار یافت. ابو موسی وقتی به اصفهان رسید مسلمانی بر مردم عرضه کرد، نپذیرفتند. از آنها جزیه خواست، قبول کردند و شب صلح افتاد. اما چون روز فراز آمد غدر آشکار کردند و با مسلمانان به جنگ برخاستند تا ابو موسی با آنها جنگ کرد و این خبر را در باب اهل قم نیز آوردند. در سالهای 28 و 30 هجری تازیان 2 دفعه مجبور شدند استخر را فتح کنند. در دفعه دوم مقاومت مردم چندان با رشادت و گستاخی مقرون بود که فاتح عرب را از خشم و کینه دیوانه کرد. نوشتند که چون عبدالله ابن عامر فاتح مزبور از پیمان شکستن مردم استخر آگاه شد و دانست که مردم بر ضد عربان به شورش برخاستند و عامل وی را کشتند، سوگند خورد که چندان بکشد از مردم استخر که خون براند. به استخر آمد و به جنگ بستد و خون همگان مباح گردانید و چندان که می کشتند خون نمی رفت تا آب گرم بر خون می ریختند، پس برفت و عدد کشتگان که نام بردار بودند 40,000 کشته بود، بیرون از مجهولان. مقاومت‌های مردم دلاور ایران با چنین قساوت و جنایتی در هم شکسته می شد. اما این سخت کشی‌ها هرگز نمی‌توانست اراده و روح آن عده معدودی را که در راه دفاع از یار و دیار خیش خون و عمر و زندگی خود را نثار می‌کردند یکسره خفه و تباه کند. از این رو همه جا، هر جا که ممکن بود، ناراضیان در برابر فاتحان در ایستادند. هر شهر که یک بار اسلام آورده بود و تسلیم شده بود، وقتی ناراضیان در آن شهر دوباره مجال سرکشی می‌یافتند، در شکستن پیمانی که با عربان بسته بود دیگر لحظه‌ای تردید و درنگ نمی‌کرد. در تاریخ فتوح اسلام در ایران مکرر به این گونه صحنه‌ها می‌توان برخورد. در سال 30 هجری که مردم خراسان قبول اسلام کرده بودند مرتد شدند و عثمان خلیفه مسلمانان عبدالله ابن عامر و سعید ابن عاص را فرمان داد که آنان را سرکوبی نماید و برای دوم بار عربان مجبور شدند گرگان و طبرستان و تمیشه را فتح کنند. سیستان در روزگار خلافت عثمان فتح شد، اما وقتی خبر قتل عثمان آنجا رسید مردم گستاخ شدند و کسی را که از جانب عربان بر آنجا حکومت می‌کرد از سیستان براندند. مرزبان آذربایجان که در اردبیل مقر داشت با عربان سخت جنگید و پس از جنگ‌های خونین با حذیفه ابن الیمان بر 8,000 درم صلح کرد. اما وقتی عمر خلیفه دوم حذیفه را از آذربایجان بازخواند و دیگری را به جای او گماشت، مردم آذربایجان بار دیگر بهانه‌ای برای شورش و سرکشی به دست آوردند. این شورش‌ها و مقاومت‌ها برای بازگشت دولت ساسانیان نبود، برای آن بود که مردم به عربان سر فرو نیاورند
و جزیه سنگین را که بر آنها تحمیل میشد نپذیرند. این پرخاشجویی با عرب نه فقط در کسانی که در شهرهای ایران مانده بودند به شدت وجود داشت، در کسانی نیز که به میان اعراب و در عراق و حجاز بودند مدتها باقی بود. قتل عمر. توطئه قتل عمر که بعضی از ایرانیان ساکن مدینه در آن دست اندر کار بودند گواه این دعوی است. ابولولو فیروز که 2 سال بعد از فتح نهاوند عمر بر دست او کشته شد از مردم نهاوند بود. نوشتند که او قبل از اسلام به اسارت روم افتاده بود و سپس مسلمانان او را اسیر کرده بودند. اینکه او را رومی و حبشی و ترسا گفتند نیز ظاهراً از همین جاست و محل تأمل هم هست. به هر حال نوشتند که وقتی اسیران نهاوند را به مدینه بردند، ابولولو فیروز ایستاده بود و در اسیران مینگریست. کودکان خردسال را که در بین این اسیران بودند دست بر سرهاشان میپسود و میگریست و میگفت عمر جگرم بخورد. نوشتند این فیروز غلام مغیرة ابن شعبه بود. بلعمی گوید که درودگری کردی و هر روز مغیره را 2 درم دادی. روزی این فیروز سوی عمر آمد و با او مردی نشسته بود. گفت یا عمر، مغیره بر من غله نهاده است و گران است و نتوانم دادن. بفرمای تا کم کند. گفت چند است؟ گفت روزی 2 درم. گفت چه کار دانی؟ گفت درودگری دانم و نقاشم و کندگر و آهنگری نیز توانم. پس عمر گفت چندین کار که تو دانی 2 درم روزی نه بسیار بود. چون این شنیدم که تو گویی من آسیا کنم بر باد که گندم آس کند. گفت آری. عمر گفت مرا چون این آسیا باید که سازی. فیروز گفت اگر زنده باشم سازم تو را یک آسیا که همه اهل مشرق و مغرب حدیث آن کنند. و خود برفت. عمر گفت این غلام مرا به کشتن بیم کرد. به ماه ذوالحجه بود بامداد سفید دم. عمر به نماز بامداد بیرون شد به مسجد و همه یاران پیغمبر صف کشیده بودند و این فیروز نیز پیش صف اندر نشسته و کاردی حبشی داشت. دسته به میان اندر چنان که تیغ هر 2 روی بود و راست و چپ بزند و اهل حبشه چنان دارند. چون عمر پیش صف اندر آمد فیروز او را 6 ضرب بزد از راست و چپ بر بازو و شکم و 1 زخم از آن بزد به زیر ناف. از آن 1 زخم شهید شد و فیروز از میان مردم بیرون جست. در این توطئه قتل عمر چنان که از قرائن برمی آید ظاهراً هرمزان و چند تن از یاران پیغمبر دست داشتند. بلعمی می گوید که چون عثمان به مسجد آمد و مردمان گرد آمدند نخستین کاری که کرد عبیدالله ابن عمر را بخواند و از همه پسران عمر عبیدالله مهتر بود. و آن هرمزان که از اهواز آورده بودند پیش پدرش و مسلمان شده بود همه با ترسایان نشستی و جهودان و هنوز دلش پاک نبود. و این فیروز که عمر را شهید کرد ترسا بود و او هم با هرمزان همدست بود و غلامی بود از آن سعد ابن ابی وقاص، حنیفه یا جفن نام، و هر 3 به یک جای نشستندی و ابوبکر را پسری بود نامش عبدالرحمن با عبیدالله ابن عمر دوست بود. و این کارد که عمر را بدان زدند سلاح حبشه بود. و 3 روز پیش از آن که عمر را بکشتند عبیدالله با عبدالرحمن نشسته بود. عبدالرحمن گفت من امروز سلاحی دیدم بر میان ابولولو بسته. عبیدالله گفت به در هرمزان گذشتم، او نشسته بود و فیروز ترسا غلام مغیرة ابن شعبه و این ترسا غلام سعد ابن ابی وقاص نیز بود
و هر سه حدیث همی کردند و چون من بگذشتم برخاستند و آن کارد از کنار فیروز بیفتاد. پس آن روز که فیروز عمر را آن زخم زد، مردی از بنی تمیم او را بگرفت و بکشت و آن کارد بیاورد. عبیدالله آن کارد بگرفت و گفت: من دانم که فیروز این نه به تدبیر خیش کرد. والله که اگر امیرالمؤمنین بدین زخم وفات کند، من خلقی را بکشم که ایشان اندرین همداستان بودند. پس آن روز که عمر وفات یافت، عبیدالله چون از سر گور بازگشت به در هرمزان شد و او را بکشت و به در سعد شد و حنیفه را بکشت. سعد از سرای بیرون آمد و گفت: غلام مرا چرا کشتی عبیدالله؟ گفت: بوی خون امیرالمؤمنین عمر از تو می آید، تو نیز به کشتن نزدیکی. عبیدالله موی داشت تا به کتف. پس چون سعد را به کشتن بیم کرد، سعد ابن ابی وقاص فراز شد و مویش بگرفت و بر زمین زد و شمشیر از دست وی بستد و چاکران را فرمود تا او را به خانه ای کردند تا خلیفه پدید آید که قصاص کند. پس چون عثمان بنشست، نخستین کاری که کرد آن بود عبیدالله عمر را بیرون آورد از خانه سعد و یاران پیغمبر علیه السلام نشسته بودند. گفت: چه بینید و او را چه باید کردن؟ علی گفت: بباید کشتن به خون هرمزان که هرمزان را بیگناه بکشت و این هرمزان مولای عباس ابن عبدالمطلب بود و قرآن و احکام شریعت آموخته بود و همه بنی هاشم را در خون او سخن بود. پس چون علی عثمان را گفت عبیدالله را بباید کشتن، عمرو بن عاص گفت: این مرد را پدر کشتند، او را بکشی دشمنان گویند خدای تعالی کشتن اندر میان یاران پیغمبر افکند و خدای تو را از این خصومت دور کرده است که این نه اندر سلطانی تو بود. عثمان گفت: راست گفتی، من این را عفو کردم و دیت هرمزان از خواسته خیش بدهم و از عبیدالله دست باز داشت. بدین گونه ایرانیان کینه ضربتی را که از دست عمر در قادسی و جلولا و نهاوند دیده بودند در مدینه از او بازستاندند و نیز در هر شهری که مورد تجاوز و دستبرد عربان میگشت، ناراضیان تا آنجا که ممکن بود در می ایستادند و تا وقتی که به کلی از دفاع و مقاومت نومید نشده بودند، در برابر این فاتحان که بر رغم سادگی سپاهیانه رفتاری تند و خشن داشتند، سر به تسلیم فرود نمی آوردند. با این حال وقتی آخرین پادشاه سرگردان بدفرجام ساسانی در مرو به دست یک آسیابان گمنام کشته شد و شاهزادگان و بزرگان ایران پراکنده و بینام و نشان گشتند، رفته رفته آخرین آبها نیز از آسیاب افتاد و مقاومت‌های بی‌نظم و غالباً بی‌نقشه و بی‌نتیجه‌ای هم که در بعضی شهرها از طرف ایرانیان در مقابل عربان میشد، به تدریج از میان رفت. عربان بر اوضاع مسلط گشتند، اما هیچ چیز مضحک‌تر و شگفت‌انگیزتر و در عین حال ظالمانه تر از رفتار این فاتحان خشن و ساده دل نسبت به مغلوبان نبود. رفتار فاتحان. داستان‌هایی که در کتاب‌ها در این باب نقل کردند شگفت‌انگیز است و بسا که مایه حیرت و تأثر می شود. نوشتند که فاتح سیستان عبدالرحمن ابن سمره سنتی نهاد که راسو و جوج را نباید کشت، اما گویا سوسمارخواران گرسنه چشم از خوردن راسو و جوج نیز نمی توانستند خودداری کنند.
در فتح مدائن نیز عربان نمونه‌هایی از سادگی و کودنی خویش را نشان دادند. گویند شخصی پاره یاقوت یافت در غایت جودت و نفاست و آن را نمی شناخت. دیگری به او رسید که قیمت او می دانست. آن را از او به 1000 درم بخرید. شخصی به حال او واقف گشت. گفت آن یاقوت ارزان فروختی. او گفت اگر بدانستمی که بیش از 1000 عددی هست در بهای آن طلبیدمی. دیگری را زر سرخ به دست آمد. در میان لشکر ندا می کرد صفرا را به بیضا که می خرد، صفرا را به بیضا که می خرد، صفرا را به بیضا که می خرد. گمان او آن بود که نقره از زر بهتر است. و همچنین جماعتی از ایشان انبانی پر از کافور یافتند. پنداشتند که نمک است. قدری در دیگ ریختند، طعم تلخ شد و اثر نمک پدید نیامد. خواستند که آن انبان را بریزند. شخصی بدانست که آن کافور است و از ایشان آن را به کرباس پاره‌ای که 2 درم ارزیدی بخرید. اما وحشی طبعی و تندخویی فاتحان وقتی بیشتر معلوم گشت که زمام قدرت را در کشور فتح شده به دست گرفتند. ضمن فرمانروایی و کارگزاری در بلاد مفتوح بود که زبونی و ناتوانی و در عین حال بهانه‌جویی و درنده‌خویی عربان آشکار گشت. روایت هایی که در این باب در کتاب ها نقل کردند طمع ورزی و تندخویی این فاتحان را در معامله با مغلوبان نشان می دهد. بسیاری از این داستان ها شاید افسانه هایی بیش نباشد، اما در هر حال رفتار مسخره‌آمیز دیوانه‌وار قومی فاتح اما عاری از تهذیب و تربیت را به خوبی بیان می کند. می نویسند اعرابی را بر ولایتی والی کردند. جهودان را که در آن ناحیه بودند گرد آورد و از آنها درباره مسیح پرسید. گفتند او را کشتیم و به دار زدیم. گفت آیا خونبهای او را نیز پرداختید؟ گفتند نه. گفت به خدا سوگند که از اینجا بیرون نروید تا خونبهای او را بپردازید. ابوالعاج بر حوالی بصره والی بود. مردی را از ترسایان نزد او آوردند. پرسید نام تو چیست؟ مرد گفت بنداد شهر بنداد. گفت 3 نام داری و جزیه 1 تن می پردازی؟ پس فرمان داد تا به زور جزیه 3 تن از او بستاندند. از این گونه داستانها در کتابهای قدیم نمونه‌های بسیار میتوان یافت. از همه اینها به خوبی برمی آید که عرب برای اداره کشوری که گشوده بود تا چه اندازه عاجز بود. با این همه دیری بر نیامد که مقاومت‌های محلی از میان رفت و عرب با همه ناتوانی و درماندگی که داشت بر اوضاع مسلط گشت و از آن پس محراب‌ها و مناره‌ها جای آتشکده‌ها و پرستشگاه‌ها را گرفت. زبان پهلوی جای خود را به لغت تازی داد. گوشهایی که به شنیدن زمزمه‌های مغانه و سرودهای خسروانی انس گرفته بودند، بانگ تکبیر و طنین صدای مؤذن را با حیرت و تأثر تمام شنیدند. کسانی که مدتها از ترانه‌های طرب‌انگیز باربد و نکیسا لذت برده بودند، رفته رفته با بانگ هدا و زنگ شتر مانوس شدند. زندگی پر زرق و برق اما ساکن و آرام مردم از غوغا و هیاهوی بسیار آگنده گشت. به جای باژ و برسم و کستی و هوم و زمزمه، نماز و غسل و روزه و زکات و حج به عنوان شعائر دینی رواج یافت. باری مردم ایران جز آنان که به شدت تحت تأثیر تعالیم اسلام واقع گشته بودند، نسبت به عربان با نظر کینه و نفرت می‌نگریستند. اما در آن میان سپاهیان و جنگجویان به این کینه حس تحقیر و کوچک شماری را نیز افزوده بودند. این جماعت عرب را پست‌ترین مردم می‌شمردند. عبارت ذیل که در کتاب‌های تازی از قول خسرو پرویز نقل شده است، نمونه فکر اسواران و جنگجویان ایرانی درباره تازیان محسوب تواند شد. خسرو می‌گوید
اعراب را نه در کار دین هیچ خصلت نیکو یافتم و نه در کار دنیا. آنها را نه صاحب عزم و تدبیر دیدم و نه اهل قوت و قدرت. آنگاه گواه فرومایگی و پستی همت آنان همین بس که آنها با جانوران گزنده و مرغان آواره در جای و مقام برابرند. فرزندان خود را از راه بینوایی و نیازمندی می‌کشند و یکدیگر را بر اثر گرسنگی و درماندگی می‌خورند. از خوردنی‌ها و پوشیدنی‌ها و لذت‌ها و کامرانی‌های این جهان یکسره بی‌بهره‌اند. بهترین خوراکی که منعمانشان می‌توانند به دست آورد گوشت شتر است که بسیاری از درندگان آن را از بیم دچار شدن به بیماری‌ها و به سبب ناگواری و سنگینی نمی‌خورند. کسانی که درباره اعراب بدین گونه فکر می‌کردند طبعاً نمی‌توانستند زیر بار تسلط آنها بروند. سلطه عرب برای آنان هیچ گونه قابل تحمل نبود، خواسته که استیلای عرب بدون غارت و انهدام و کشتار انجام نیافت. در برابر سیل هجوم تازیان شهرها و قلعه‌های بسیار ویران گشت. خاندانها و دودمانهای زیاد برباد رفت. نعمتها و اموال توانگران را تاراج کردند و غنایم و انفال نام نهادند. دختران و زنان ایرانی را در بازار مدینه فروختند و سبایا و اسرا خواندند. از پیشوران و برزگران که دین مسلمانی را نپذیرفتند باج و ساو گران به زور گرفتند و جزیه نام نهادند. همه این کارها را نیز عربان در سایه شمشیر و تازیان انجام می‌دادند. هرگز در برابر این کارها هیچ کس آشکارا یارای اعتراض نداشت. حد و رجم و قتل و حرق تنها جوابی بود که عرب خاصه در عهد امویان به هر گونه اعتراضی میداد. موالی و بنی امیه. حکومت بنی امیه برای آزادگان و بزرگزادگان ایران قابل تحمل نبود، زیرا بنیاد آن را بر کوچک شماری عجم و برتری عرب نهاده بودند. طبقات پایین‌تر نیز به سختی می توانستند آن را تحمل نمایند، زیرا آنها نه از خلیفه و عمال او نواختی و آسایشی دیده بودند و نه تعصبات دینی دیرینه را فراموش کرده بودند. عبث نیست که هر جا شورشی و آشوبی بر ضد دستگاه بنی امیه رخ میداد، ایرانی‌ها در آن دخالت داشتند. خشونت و قساوت عرب نسبت به مغلوب شدگان بی اندازه بود. بنی امیه که عصبیت عربی را فراموش نکرده بودند، حکومت خود را بر اصل سیادت عرب نهاده بودند. عرب با خودپسندی کودکانه‌ای که در هر فاتحی است، مسلمانان دیگر را موالی یا بندگان خیش می‌خواند. تحقیر و ناسزایی که در این نام ناروا وجود داشت کافی بود که همواره ایرانیان را نسبت به عرب بدخواه و کینه‌توز نگه دارد. اما قیود و حدود جابرانه‌ای که بر آنها تحمیل می‌شد، این کینه و نفرت را موجه‌تر می‌کرد. بیداد و فشار دستگاه حکومت سخت مایه نگرانی و نارضایی مردم بود. نظام حکومت اشرافی بنی امیه آزادگان و نژادگان ایران را مانند بندگان درم خرید از تمام حقوق و شؤون مدنی و اجتماعی محروم می داشت و بدین گونه تحقیر و همه گونه جور و استبداد با نام موالی پیوسته بود. مولا نمی توانست به هیچ کار آبرومند بپردازد. حق نداشت سلاح بسازد و بر اسب بنشیند. اگر یک مولای نژاده ایرانی دختری از بیابان نشینان بینام و نشان عرب را به زن می کرد، یک سخنچین فتنه انگیز کافی بود که با تحریک و سعایت طلاق و فراق را بر زن و تازیانه و زندان را بر مرد تحمیل نماید. حکومت و قضاوت نیز همه جا مخصوص عرب بود و هیچ مولایی به این گونه مناصب و مقامات نمی رسید. حجاج ابن یوسف بر سعید ابن جبیر که از پارساترین و آگاهترین مسلمانان عصر خود بود منت می نهاد که او را با آن که از موالی است چندی به قضاء کوفه گماشته است.
نزد آنها اشتغال به مقامات و مناصب حکومت در خور موالی نبود، زیرا که با اصل سیادت فطری نژاد عرب منافات داشت. اما این ترتیب نمیتوانست دوام داشته باشد، زیرا عرب برای کشورداری و جهانبانی به هیچ وجه ذوق و استعداد و تجربه کافی نداشت. برتری ایرانی‌ها. این نژاد برتر که میدان فکر و عمل او هرگز از جولانگاه اسبان و شترانش تجاوز نکرده بود، برای اداره کشورهای وسیعی که به دستش میافتاد نمیتوانست به کلی از موالی صرف نظر نماید. ناچار دیر یا زود برتری موالی را اذعان نمود. عبث نیست که یک خلیفه خودخواه مغرور بلند پرواز اموی مجبور شد این عبارت معروف را بگوید که از این ایرانی ها شگفت دارم. 1000 سال حکومت کردند و ساعتی به ما محتاج نبودند و ما 100 سال حکومت کردیم و لحظه ای از آنها بی‌نیاز نشدیم. اما بر رغم کسانی که نمی توانستند این موالی را در رأس کارهای حکومت ببینند، دیری نگذشت که ایرانیان در قلمرو دین و علم جایگاه شایسته‌ای برای خود به دست آوردند. چنان که در پایان دوره اموی بیشتر فقها، بیشتر قضات و حتی عده زیادی از عمال از موالی بودند. موالی بر همه شؤون حکومت استیلا داشتند. بدین گونه هوش و نبوغ موالی به تدریج کارها را قبضه کرد. اما عرب بدون کشمکش‌های شدید حاضر نشد به فزونی و برتری بندگان درم نخریده خیش تسلیم شود. در این کشمکش‌ها ایرانیان مجالی یافتند که برتری معنوی و مادی خود را بر فاتحان تحمیل نمایند. آنها نه فقط بر رغم افسانه سیادت عرب در زمینه امور اداری بر فاتحان خود برتری یافتند، بلکه در قلمرو جنگ و سیاست نیز تفوق خود را اثبات کردند. اما از همان بامداد اسلام ایرانی نفرت و کینه شدید خود را نسبت به دشمنان و باجستانان خود آشکار نمود. نه فقط یک ایرانی در سال 25 هجری عمر ابن خطاب خلیفه دوم را با خنجر از پا درآورد، بلکه از آن پس نیز هر فتنه و آشوبی که در عالم اسلام رخ داد، ایرانی‌ها در آن عامل عمده بودند. نفرت از عرب و نارضایی از بدرفتاری و تعصب نژادی بنی امیه آنها را وادار می‌کرد که در نهضت ضد خلافت شرکت نمایند. چنان که 20,000 تن از آنان که به نام حمراء دیلم در کوفه میزیستند، در سال 64 هجری دعوت مختار را که بر ضد بنی امیه قیام نمود اجابت کردند. در قیام مختار ایرانیان فرصت مناسبی جهت خروج بر بنی امیه و عربان یافتند. در آن زمان کوفه از مراکز عمده ایرانیان و شیعیان علی که با بنی امیه عداوت سخت داشتند محسوب میشد. این شهر مرکز خلافت علی بود و از این رو عده بسیاری از پیروان و هواخواهان او در این شهر مسکن گزیده بودند. عده‌ای از اساوره ایرانی نیز از بازمانده جند شهنشاه پس از شکست قادسیه در این شهر باقی بود. اینان دیلمی ها بودند که در سپاه ایران خدمت می کردند و بعد از جنگ قادسی اسلام آورده بودند و در کوفه جای داشتند. به علاوه کوفه در حدود هیره بنا شده بود و چنان که معلوم است این دیار از قدیم تحت حمایت پادشاهان ساسانی بود. خاطره قصر خوورنق و ماجرای نعمان و منذر در دل ایرانیانی که در حدود کوفه میزیستند گرم و زنده بود. از این رو کوفه برای ایجاد یک کانون طغیان بر ضد تازیان جای مناسبی به نظر می رسید. چند سالی پس از فاجعه کربلا عده‌ای از شیعه کوفه به ریاست سلیمان بن سرد خزاعی و مسیب بن نجبت الفزاری در جایی به نام عین الورده به خونخواهی حسین ابن علی برخاستند و از تقصیری که در یاری امام کرده بودند توبه کردند و خود را توابین نام نهادند، اما کاری از پیش نبردند و به دست عبیدالله ابن زیاد پراکنده و تباه شدند.
قیام مختار. در این میان مختار ابن ابی عبید ثقفی پدید آمد. توبه‌کاران را که بر اثر شکست سابق پراکنده شده بودند گرد آورد و دیگر بار به دعوی خونخواهی حسین ابن علی برخاست. در این مقصود نیز کامیاب شد، زیرا با زیرکی و هوش کم نظیری توانست مردم ناراضی را نزد خود گرد آورد. اندکی بعد بسیاری از قاتلان حسین را کشت و کوفه را به دست کرد و تا حدود موصل را به حیطه ضبط آورد. در اینجا بود که عبیدالله ابن زیاد را شکست داد. عبیدالله در طی جنگی کشته شد و سرش را به کوفه بردند و از کوفه به مدینه فرستادند. بدین گونه در سایه دعوت به خاندان رسول مختار قدرت و شوکت تمام یافت. اما در واقع نزد خاندان رسول چندان مورد اعتماد نبود. علی ابن حسین او را لعن کرد و رضا نداد که به نام او دعوت کند. محمد حنفیه هم از دعاوی او بیمناک و پشیمان گشت. اما از بیم آن که تنها نماند و به دست ابن زبیر گرفتار نشود، از طرد و لعن او که بدان مصمم گشته بود خودداری کرد. باری کار مختار در سایه دعوت به خاندان رسول و یاری موالی به تدریج بالا گرفت و مال و مرد بسیار به هم رسانید. مردم بدو روی آوردند و او هر کدام از آنها را به نوع خاصی دعوت می کرد. بعضی را به امامت محمد ابن حنفیه می خواند و نزد بعضی دعوی می نمود که بر خود او فرشته‌ای فرود می آید و وحی می آورد. حتی نوشتند که در نامه‌ای به احنف نوشت که شنیدم مرا دروغزن شمردید. پیش از من همه پیغمبران را دروغزن خواندند و من از آنها بهتر نیستم. و این گونه دعاوی موجب آن شد که مسلمانان از او روی برتابند و به ابن زبیر و دیگران روی آورند و حتی شیعیان نیز اندک اندک از گرد او پراکنده شوند. این مختار خود را از هواداران خاندان پیغمبر فرا می نمود. پدرش در جنگ با ایرانیان کشته شده بود. عمویش سعد ابن مسعود که تربیت وی را بر عهده داشت یک چند در دوره خلافت علی به حکومت مدائن رسید و در هنگامی که او در جنگ خوارج به یاری علی برخاست مدائن چندی به دست مختار بود. با این همه وقتی امام حسن از جنگ با معاویه انصراف یافت و نزد سعد ابن مسعود آمد، مختار پیشنهاد کرد که او را نزد معاویه بفرستند و به او تسلیم کنند. این امر بهانه‌ای شد که شیعه پس از آن همواره مختار را بدان نکوهش کنند. در هر حال مقارن ایام خلافت بنی امیه مختار بدان قوم علاقه‌ای نشان نداد. در واقعه مسلم ابن عقیل که به کوفه آمد تا مقدمه خلافت را برای حسین ابن علی آماده سازد و سپس گرفتار و کشته شد، مختار برخلاف بنی امیه برخاست و به زندان افتاد. در واقعه کربلا نیز در بند بود. چون رهایی یافت به مکه رفت و با ابن زبیر که آهنگ خروج بر امویان داشت آشنا گشت. بعد از آن به طائف زادگاه خیش رفت. 1 سال بیش در آنجا نماند و باز به ابن زبیر پیوست. در واقعه حصار مکه که به سال 64 روی داد نیز با او یاری کرد. اما چندی بعد باز ابن زبیر را بگذاشت و به کوفه رفت و در صدد اجرای طرح تازه‌ای افتاد. در آن هنگام که رمضان سال 64 بود، شیعیان کوفه بر گرد سلیمان ابن سرد خزاعی بودند، اما کار آنها پیشرفت نداشت و عبیدالله زیاد آنها را مالشی سخت داده بود. مختار چون نمیخواست فرمان رؤسای شیعه را گردن بنهد، دعوتی تازه آغاز نهاد و خود را فرستاده و نماینده محمد ابن حنفیه فرزند علی خواند. شیوایی بیان و زیبایی گفتار او که چون کاهنان قدیم سخن با سجع و استعاره می گفت سبب نشر دعوی و بسط نفوذ او گشت. از این رو یک چند والی کوفه که از جانب ابن زبیر در آنجا بود وی را باز داشت. اما چون آزادی یافت در صدد برآمد با ابراهیم بن الاشتر که از سران شیعه بود دوستی آغاز کند. ابراهیم نخست نپذیرفت، اما مختار نامه‌ای بدو نمود که گفتند مجعول بود و در آن محمد حنفیه وی را به یاری خوانده بود
و مختار را امین و وزیر خیش یاد کرده بود. ابراهیم چون این نامه بخواند دعوت او را پذیرفت و به همکاری او رضا داد. بزرگان کوفه که در نهان به جانب ابن زبیر تمایل داشتند، در مقابل شور و شوق موالی و همراه دیلم که یاران و پیروان ابراهیم اشتر بودند، مقاومت را روی ندیدند و کار نهضت مختار بالا گرفت. اندک اندک گذشته از کوفه، بلاد عراق و آذربایجان و ری و اصفهان و چند شهر دیگر نیز تحت فرمان او درآمد و 18 ماه از این بلاد خراج گرفت. بزرگان کوفه نیز رفته رفته از ناچاری اکثر بدو پیوستند، اما نه به او اعتماد کردند و نه از این که موالی را برکشیده بود وی را عفو نمودند. اما مختار که قدرت و شوکت خود را مدیون یاری موالی بود، به شکایت بزرگان کوفه التفات نکرد. یک بار دیگر نیز وقتی که ابراهیم و سپاه او به دفع لشکریان شام رفته بودند، بزرگان کوفه در صدد خروج بر مختار برآمدند. اما مختار با آنها گرگاشتی کرد و در نهان ابراهیم را خواست. چون ابراهیم باز آمد، بزرگان کوفه همه به دست و پای بمردند و سر جای خیش نشستند. پس از آن مختار به عقوبت قاتلان امام حسین برآمد و کسانی را نیز که از یاری کردن او خودداری کرده بودند بمالید. بفرمود تا سراهاشان را ویران کنند و آنها را بکشند و براندازند. مال و عطایی هم که پیش از آن به آنها داده میشد بفرمود تا به موالی که یاران وی بودند داده شود. همین امر سبب شد که عربان دل از او بردارند و او را یله کنند و به دشمنانش روی آورند. در واقع مختار موالی را که مخصوصاً در کوفه زیاد بودند زیاد از حد دلجویی کرد و آنها را که در دوره تسلط عمال بنی امیه عرضه جور و استخفاف بسیار واقع شده بودند هواخواه خویش گردانید. عمال بنی امیه که تعصب عربی بسیار داشتند، پیش از آن نسبت به این موالی تحقیر و اهانت بسیار روا داشته بودند. آنها قبل از آن موالی را پیاده به جنگ می بردند و از غنایم نیز بدانها هرگز بهره‌ای نمی دادند. مختار موالی را بر مرکب نشاند و از غنایم جنگ بهرهشان داد. از این رو آنها به یاری مختار برخاستند. چنان شد که عده موالی در سپاه او چندین برابر عربان بود و از 8000 تن سپاهیان او که در پایان جنگ تسلیم مصعب ابن زبیر شدند 10 هم عرب نبود. گویند اردوی ابراهیم اشتر چنان از این ایرانیان درآگنده بود که وقتی یک سردار شامی برای مذاکره با ابراهیم به اردوی او میرفت، از جایی که داخل اردو گشت تا جایی که نزد سردار اردو رسید، یک کلمه عربی از زبان سپاهیان نشنید. وقتی ابراهیم اشتر را ملامت کردند که در پیش دلاوران حجاز و شام از این مشتی عجم چه ساخته است، وی با لحنی که از اطمینان و رضایت مشحون بود گفت که هیچ کس در نبرد شامی ها از این قوم که با من هستند آزموده تر نیست. اینان فرزندان اسواران و مرزبانان فارسند و من خود نیز جنگ آزموده و معرکه دیدم. پیروزی هم با خداست. پس چه جای ترس است؟ باری آنچه موجب وحشت و نفرت اعراب از مختار گشته بود، کثرت موالی در سپاه او بود. طبق قول طبری بزرگان کوفه انجمن کردند و از مختار بدگویی آغاز نمودند که این مرد خود را امیر ما می‌خواند، در حالی که ما از او خوشنود نیستیم. زیرا او موالی را با ما برابر کرده است و بر اسب و استر نشانده است. روزی ما را به آنها می دهد و از این رو بندگان ما سر از فرمان ما برتافتند و دارایی یتیمان و بیوه زنان را تاراج می کنند. وقتی بزرگان عرب به مختار پیام فرستادند که ما را از برکشیدن موالی آزار رسانیدی، آنها را برخلاف رسم بر چارپایان نشاندی و از غنایم جنگی که حق ماست به آنها نصیب دادی. مختار به آنها جواب داد که اگر من موالی را فرو گذارم و غنایم جنگی را به شما واگذارم، آیا به یاری من با بنی امیه و ابن زبیر جنگ خواهید کرد و در این باب سوگند و پیمان توانید به جای آورد؟ اما آنها جواب منفی دادند
و بدین جهت بود که مختار سرانجام در مقابل ابن زبیر که بزرگان کوفه و رجال عرب با او همداستان بودند مغلوب و مقتول شد. در باب مختار و نهضت او گونه گون سخنها گفتند و داوری در این باب نیز آسان نیست. بزرگان عرب از شیعه و سنی درباره او نظر خوبی نداشتند و اقدام او را در برکشیدن موالی ناپسند و خلاف حمیت می شمردند و از این رو وی را به دروغ زنی و حیله‌گری و جاه طلبی و گزافه‌گویی متهم کردند. درست است که رفتار او با بزرگان کوفه از دورویی خالی نبود و نیز در سوء استفاده از نام محمد حنفی قدری افراط کرد، اما هواداری او از موالی درس بزرگ پربهایی بود، هم برای موالی که بعدها جرأت اقدام بر خلاف عربان را یافتند و هم برای عرب که بیهوده شرف اسلام را منحصر به خویش می‌دیدند. بدین گونه قیام مختار برای ایرانیان بهانه زورآزمایی با عرب و مجال انتقامجویی از بنی امیه بود. ولیکن عربان که نمی توانستند نهضت قوم ایرانی را تحمل کنند، سعی کردند در این ماجرا موالی را به تاراج مال یتیمان و بیوه زنان متهم کنند. اما در واقع این اتهام ناروایی بود. این اعراب بودند که مال یتیمان و بیوه زنان را تاراج می نمودند. سرداران عرب بودند که موجبات سقوط دولت عربی بنی امیه را فراهم آوردند. کار عمده آنها غزو و جهاد بود، اما در این کار مقصود آنها پیشرفت دین نبود. این کار را فقط به منظور غارت و استفاده پیش گرفته بودند. بسیاری از سپاهیان و کارگزاران بر اثر طمع ورزی رؤسا و امرا فقیر گشته بودند. وقتی یک عامل به جای دیگری گماشته میشد، عامل معزول را مصادره می کرد و با اقسام عقوبتها و عذابها اموال او را باز می ستاند. بدین گونه بود که در عهد امویان حجاج عراق را و قتیبة ابن مسلم خراسان را به آتش کشیدند. میزان مالیاتها و خراجها هر روز فزونی می‌یافت و بیداد و تعدی مأموران در گرفتن اموال هر روز آشکارتر می‌گشت. از قساوت و خشونت عمال حجاج داستان‌های شگفت‌انگیز بسیار در تاریخ‌ها آوردند. حکایت ذیل نمونه‌ای از آنهاست. می‌نویسند که مردم اصفهان چند سالی نتوانستند خراج مقرر را بپردازند. حجاج عربی بدوی را به ولایت آنجا برگماشت و از او خواست که خراج اصفهان را جبایت کند. اعرابی چون به اصفهان رفت چند کس را ضمان گرفت و 10 ماه به آنها مهلت داد. چون در موعد مقرر خراج را نپرداختند، آنها را که ضمان بودند باز داشت و مطالبه خراج نمود. آنها باز بهانه آوردند. اعرابی سوگند خورده بود که اگر مال خراج را نیاورند آنان را گردن خواهد زد. یکی از آن ضمانها پیش رفت. بفرمود تا گردنش بزدند و بر آن نوشتند فلان پسر فلان وام خود را گزارد. پس فرمان داد تا آن سر را در بدره‌ای نهادند و بر آن مهر نهاد. دومی را نیز همچنین کرد. مردم را چاره نماند. بشکوهیدند و خراجی را که بر عهده داشتند جمع کردند و ادا نمودند. با چنین سخت کشی و کینه کشی که از جانب عمال حجاج نسبت به مردم روا می شد، چاره‌ای جز تسلیم محض یا قیام خونین نبود و چند بار مردم ناچار شدند سر به شورش بردارند. حجاج دوره حکومت خون‌آلود و وحشت‌انگیز حجاج در عراق یکسره در فجایع و مظالم گذشت. داستانها و روایات هولناکی از دوران حکومت او نقل کردند که مایه نفرت و وحشت طبع آدمی است. گویند در زندان او چند هزار کس محبوس بودند و فرموده بود تا ایشان را آب آمیخته با نمک و آهک می‌دادند و به جای طعام سرگین آمیخته به گمیز خر. حکومت او در عراق 20 سال طول کشید. در این مدت کسانی که او کشت جز آنان که در جنگ با او کشته شدند
اگر بتوان قول مورخان را باور کرد، بالغ بر 120,000 کس بود. نوشتند که وقتی وفات یافت 50,000 مرد و 30,000 زن در زندان او بودند. شاید این ارقام از اغراق و مبالغه خالی نباشد، اما این اندازه هست که دوره حکومت او در عراق برای همه مردم، خاصه برای موالی، بدبختی بزرگی بوده است. درباره حجاج قصه های شگفت‌انگیز و هولناک بسیار آوردند. نوشتند که وقتی از مادر زاد، پستان به دهن نمی گرفت. ناچار تا 4 روز خون جانوران در دهانش می ریختند. با این افسانه خواستند از این کودکی که مقدر بود روزی فرمان روای جبار عراق بشود، اژدهایی خوناشام بسازند. حقیقت آن است که اوایل حال او درست معلوم نیست. گفتند که در جوانی معلم مکتب بود. در جنگی که بین عبدالملک مروان با مصعب بن زبیر در عراق روی داد، به خلیفه پیوست و با او به شام رفت. سپس از دست او مأمور فتح مکه شد و آن را حصار داد. از بالای کوه ابوقبیس با منجنیق بر مکه سنگ بارید تا آن را بگشود و ابن زبیر را که به حرم رفته بود بگرفت و بکشت. پس از آن حکومت مکه و مدینه و یمن و یمامه از جانب خلیفه بدو واگذار شد. 2 سال بعد او را به حکومت عراق فرستادند و عراق در آن هنگام از فتنه خوارج دمی آسوده نبود. با این خوارج ناراضیان و علل خصوص موالی غالباً همراه بودند. کسانی که هنوز در اسلام به چشم آشتی نمی‌دیدند خیلی زود ممکن بود فریفته دعوی کسانی شوند که خلیفه را ناحق می‌دانستند و مالیات دادن به او را در حقیقت به مثابه حمایت و تقویت او می‌شمردند. حکومت حجاج در عراق با قساوتی بی‌نظیر توأم بود. در ورود به بصره خطبه‌ای خواند که از قساوت و صلابت او حکایت دارد. حجاج با آنکه خوارج را مالش سخت داد، از بس بیداد می‌کرد، خشم و نفرین مسلمانان همواره در پی او بود. وی سیاست خشن تعصب نژادی بنی امیه را بر ضد موالید در دوره حکومت خود با خشونت و قساوت بسیار دنبال می‌کرد. می‌نویسند وقتی به عامل خود در بصره نوشت که نبطی‌ها را از بصره تبعید کن، زیرا آنها موجب فساد دین و دنیایند، عامل چنان کرد و پاسخ داد که آنها را همه خارج کردم جز کسانی که قرآن می‌خوانند یا فقه می‌آموزند. حجاج به وی نوشت که چون این نامه را بخوانی پزشکان را نزد خود حاضر آور و خویشتن بر آنها عرضه کن تا نیک بجویند و اگر در پیکرت یک رگ نبطی باشد قطع کنند. بدین گونه حجاج سیاست نژادی بنی امیه را در تحقیر موالی به سختی اجرا می کرد. همین امر موجب نارضایتی شدید مردم از دستگاه حکومت او بود. نیز در ریختن خون و بخشیدن مال به قدری افراط و اسراف کرد که عبدالملک خلیفه اموی از شام بدو نامه نوشت و در این 2 کار او را ملامت بسیار کرد. حکومت او برای کسب قدرت لازم می‌دید که به سختی مخالفان را از میان بردارد و دوستان و هواداران خود را حمایت و تقویت کند. برای این مقصود لازم بود که از ریختن خون خلق و از گرفتن مال آنها خودداری نکند و به همین جهت در جمع خراج و جزیه تندخویی و سخت کشی پیش گرفت. جزیه مالیات سرانه و خراج مالیات ارضی بود که ذمی‌ها مادام که مسلمان نشده بودند طبق قوانین خاصی میبایست بپردازند. چون رفته رفته میزان این مالیات ها بالا می رفت و قدرت پرداخت در مردم نقصان می یافت، ذمی ها برای آنکه از پرداخت این باج ها آسوده شوند اسلام می آوردند و مزارع خیش را فرو می گذاشتند و به شهرها روی می آوردند. با این حال حجاج همچنان جزیه و خراج را از آنها مطالبه می کرد. کارگزاران حجاج به او نوشته بودند که مالیات رو به کاستی گذاشته است، زیرا اهل ذمه مسلمان و شهرنشین شدند.
حجاج برای آنکه عواید بیت المال اسلام نقصان نپذیرد فرمان داد تا کسی را رها نکنند تا از ده به شهر کوچ نماید و نیز امر کرد که از نو مسلمانان همچنان به زور جزیه را بستانند. روحانیان بصره از این رفتار او به سطوح آمدند و بر خواری اسلام گریستند. اما نه این چاره‌جویی‌های حجاج دولت اموی را از سقوط می‌رهانید و نه گریه روحانیان خشم و نفرت موالی را فرو می‌نشاند. این فشار و شکنجه که از جانب حجاج و عمال او بر موالی وارد می‌آمد، آنان را به انتقام جویی برمی‌انگیخت. در این هنگام فتنه عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث که بر ضد مظالم حجاج قیام کرده بود رخ داد. موالی و نومسلمانان که از جور و بیداد حجاج به جان آمده بودند بیرون می شدند و می گریستند و بانگ می کردند که یا محمدا یا محمدا و نمی دانستند چه کنند و کجا بروند. ناچار به مخالفت حجاج به ابن اشعث پیوستند و او را بر ضد حجاج یاری کردند. عبدالرحمن. داستان خروج عبدالرحمن ابن محمد اشعث را تاریخ‌ها به تفصیل نوشتند. عبدالرحمن از اشراف قحطان بود و از جانب حجاج در زابل امارت داشت و خواهر او را که میمونه نام داشت حجاج برای محمد پسر خود به زنی گرفته بود. وقتی حجاج نامه‌ای تند بدو نوشت که مالها بستان از مردمان و سوی هند و سند تاختنها کن و سر عبدالله عامر در وقت نزدیک من فرست. عبدالرحمن که داعیه سروری داشت و بهانه سرکشی می جست نپذیرفت و برآشفت. پس نامه حجاج جواب کرد که تاختن هند و سند کنم اما ناحق نستانم و خون ناحق نریزم. پس عبدالرحمن با لشکر خود که اهل عراق و دشمن حجاج بودند همداستان شد و به قصد جنگ با او روانه عراق گردید. در نزدیکی شوشتر حجاج شکست خورد و به بصره گریخت و از آنجا به کوفه رفت. در نزدیکی دیرالجماجم طی 100 روز 80 نبرد بین آنها رخ داد. سرانجام عبدالرحمن مغلوب گشت، سپاه او تباه شد و او خود به خراسان گریخت. درباره فرجام کار این عبدالرحمن نوشتند که چون از حجاج شکست خورد بگریخت و از راه بصره و فارس و کرمان به سیستان رفت و مردمان او را به سیستان قبول کردند. اما مفضل ابن محلب و محمد پسر حجاج به تعقیب او برآمدند و او مجبور شد سیستان را فرو گذارد و به زابلستان به زینهار زنبیل رود. چون برفت خبر سوی حجاج رسید و حجاج امارت ابن تمیم القیسی یا لخمی را به رسولی فرستاد سوی زنبیل و بیامد با زنبیل خلوت کرد و عهدها فرستاده بود که نیز اندر ولایت تو لشکر من نیاید و از مال تو نخواهم و میان ما دوستی و صلح باشد، بر آن جمله که عبدالرحمن اشعث را و فلانی را از یاران وی سوی من فرستی. پس عبدالرحمن را زنبیل بند کرد و آن مرد را و بندی بیاورد و یک حلقه بر پای عبدالرحمن نهاده بود و یکی بر پای آن مرد. بر بام بودند. عبدالرحمن گفت من حاقنم، به کنار بام باید شدند. هر دو به کنار بام شدند. عبدالرحمن خیشتن را از بام افکند، هر دو بیفتادند و جان بدادند و نام یار عبدالرحمن ابوالعنبر بود. در این حادثه بیشتر کسانی که به یاری ابن اشعث و به دشمنی حجاج برخاستند فقها و جنگیان و موالی بصره و عراق بودند. حجاج آنان را به سختی شکنجه داد، موالی را پراکنده کرد و هر کدام را به قرای خود فرستاد و بر دست هر یک نام قریه‌ای که او را بدانجا می فرستاد نقش داغ نهاد. حتی زاهدان و فقیهان نیز که در این ماجرا بر ضد حجاج برخاسته بودند عقوبت دیدند. سعید ابن جبیر از آن جمله بود. وی از زاهدان و صالحان آن عصر محسوب می شد و به قدری مورد محبت و احترام مردم بود
که اگر چند عرب نبود مردم برخلاف رسوم پشت سرش نماز می‌خواندند. گویند وقتی او را دستگیر کردند و پیش حجاج بردند از او پرسید: وقتی تو به کوفه در آمدی با آنکه جز عربان کسی حق امامت نداشت، مگر من به تو اجازه امامت ندادم؟ گفت: چرا دادی؟ پرسید: مگر تو را قاضی نکردم با آنکه همه اهل کوفه می گفتند جز عرب کسی شایسته قضا نیست؟ گفت: چرا کردی؟ سوال کرد: آیا من تو را در شمار همنشینان خیش که همه از بزرگان عرب بودند در نیاوردم؟ گفت: چرا در آوردی؟ حجاج گفت: پس موجب عصیان تو نسبت به من چه بود؟ فرمان داد تا او را سر بریدند و بدین گونه بسیاری از کسانی را که همراه ابن اشعث بر ضد او برخاسته بودند به سختی مکافات داد و در این کار چندان بیرحمی و تندخویی نشان داد که خلیفه اموی از دمشق صدای اعتراض برآورد. مخصوصاً موالی در این فاجعه زیان بسیار دیدند. از جمله کسانی که با ابن اشعث بر ضد حجاج قیام کرد، فیروزنام از موالی بود. دلاوری و چالاکی او حجاج را سخت نگران می داشت. حجاج گفته بود: هر که سر فیروز را نزد من آورد او را 10,000 درهم بدهم. فیروز نیز می گفت: هر که سر حجاج را برای من آورد 100,000 درهمش بدهم. سرانجام پس از شکست ابن اشعث فیروز به خراسان گریخت و آنجا به دست ابن محلب گرفتار شد. او را نزد حجاج فرستادند و حجاج او را به شکنجه‌های سخت بکشت. این خونریزی ها و بیدادگری ها ایرانیان را بیشتر به طغیان و عصیان برمی‌انگیخت. آغاز قرن دوم هجری سقوط امویان را تسریع کرد. قیام‌ها و شورش‌هایی که علویان و خارجیان در اطراف و اکناف کشور پدید می‌آوردند، دولت خودکامه و ستمکار بنی امیه را در سراشیب انحطاط می‌افکند. خروج زید بن علی. از رسوایی‌های بزرگ امویان در این دوره خشونت و قساوتی بود که در فرو نشاندن قیام زید بن علی بن حسین و پسرش یحیی نشان دادند. این زید بن علی نخستین کسی بود از خاندان علی که پس از واقعه کربلا بر ضد بنی امیه طغیان کرد و در صدد به دست آوردن خلافت افتاد. وی یک چند پنهانی به دعوت مشغول می بود و زمینه شورش و خروج را آماده می کرد. در این مدت بسا که نهانگاه خیش را از بیم دشمنان عوض می کرد. گذشته از کوفه که در آن زمینه افکار را برای خیش آماده کرده بود، چندی نیز به بصره رفت و در آنجا هم به جمع یاران و تهیه همدستان پرداخت. با این همه وقتی نوبت اقدام فرا رسید، والی کوفه چنان پیش از او بسیج جنگ کرده بود که یاران زید را یارای مقاومت نماند و از پیرامون او پراکنده شدند. درباره داستان خروج او نوشتند که زید پیوسته سودای خلافت در سر داشت و بنو امیه می دانستند. پس اتفاق افتاد که هشام خلیفه اموی زید را به ودیعتی از خالد ابن عبدالله القصری امیر سابق کوفه که او را هشام بازداشته بود و مصادره کرده بود و یوسف ابن عمر را به جایش فرستاده بود متهم کرد و نامه به او نوشت تا پیش یوسف ابن عمر امیر کوفه رود. زید به کوفه رفت و یوسف از او آن حال پرسید. زید معترف نشد. یوسف او را سوگند داد و بازگردانید. زید از کوفه بیرون آمد و روی به مدینه نهاد. کوفیان پیش او آمدند و گفتند 100,000 مرد شمشیرزن داریم که همه در خدمت تو جان سپاری کنند. بازیست تا با تو بیعت کنیم و بنو امیه اینجا اندکند و اگر از ما یک قبیله قصد ایشان کند همه را قهر تواند کرد تا به همه قبایل چه رسد. زید گفت من از قدر شما می ترسم و می دانید که با جد من حسین چه کردید. ترک من گیرید که مرا این کار در خور نیست. ایشان او را به خدای تعالی سوگند دادند و به عهود و مواثیق مستحکم گردانیدند و مبالغه بسیار نمودند. زید به کوفه آمد
و شیعه فوج فوج بیعت می کردند تا 15,000 مرد از اهل کوفه بیعت کردند، به غیر از اهل مدائن و بصره و واسط و موصل و خراسان. چون کار تمام شد، آنگاه دعوت آشکار کرد و یوسف ابن عمر که از طرف بنو امیه امیر کوفه بود لشکری جمع کرد و جنگی عظیم کردند و آخر لشکر زید متفرق شدند و او با اندک فوجی بماند و جنگی عظیم کرد. ناگاه به تیری که بر پیشانی او آمد کشته شد. یاران او را دفن کردند و آب بر سر او براندند تا گور او پیدا نباشد و او را از خاک بر نیارند. یوسف ابن عمر در جستن کالبد او سعی نمود و باز یافت و فرمود تا سلبش کردند و مدتی مصلوب بود. بعد از آنش بسوختند و خاکستر او را در فرات ریختند. پس از بدار زدن سرش را نیز به دمشق و سپس از آنجا به مکه و مدینه بردند. یکی از جهات آن که بنی امیه به آسانی توانستند یاران زید را مقهور و پراکنده سازند آن بود که در بین پیروان او وحدت کلمه نبود و حتی در آن میان از خوارج و کسانی که هیچ قصد نصرت و یاری او را نداشتند بسیار کسان بودند. ضعف و مسامحه مردم کوفه و دقت و مواظبت جاسوسان و منهیان بنی امیه نیز از اموری بود که سبب شکست زید و پیروزی امویان گشت. یحیی بن زید. پس از زید پسرش یحیی در خراسان برخاست. او نیز مانند پدر کشته شد و با قتل او دست بنی امیه دیگر بار آلوده به خون یک بیگناه دیگر گشت. این یحیی در همان روزهایی که پدرش به یاری کوفیان با بنی امیه به ستیزه برخاست در کوفه جان خود را در خطر دید. از این رو اندکی بعد از قتل پدر پنهانی از کوفه بگریخت و با چند تن از یاران خیش به خراسان رفت. در سرخس خوارج که با بنی امیه میانه‌ای نداشتند در صدد برآمدند که با او همدست شوند و سر به شورش برآورند. اما یاران یحیی او را از اتحاد با خوارج باز داشتند و او به بلخ رفت. در آنجا به تدارک کار خیش پرداخت و یاران بر وی گرد آمدند. یوسف ابن عمر که زید را کشته بود از یحیی بیم داشت. چون دانست کار یحیی در خراسان بالا گرفته است به والی خراسان که نصر ابن سیار بود نامه کرد تا یحیی را فرو گیرد. نصر ابن سیار از فرمانروای بلخ درخواست و او یحیی را فرو گرفت و نزد نصر فرستاد. نصر ابن سیار یحیی را در مرو به زندان کرد. اما ولید ابن یزید خلیفه اموی که به جای هشام خلافت یافته بود نامه‌ای به نصر ابن سیار نوشت و فرمان داد تا یحیی را آزار نرساند و رها کند. نصر او را رها کرد و بنواخت و نزد خلیفه روانه نمود، اما به حکمرانان بلاد خراسان از سرخس و توس و ابرشهر که نیشابور باشد دستور داد که او را رها نکنند تا در خراسان بماند. چون یحیی به بیهق رسید از بیم گزند یوسف ابن عمر بهتران دید که به عراق نرود و در خراسان بماند. همانجا نیز بماند و دعوت آغاز کرد. 120 کس با او بیعت کردند. با همین اندک مایه نفر آهنگ ابرشهر کرد و بر عمرو بن زراره که فرمانروای آن شهر بود فائق آمد. پس از آن به هرات و جوزجانان رفت و در آنجا عده‌ای دیگر از مردم خراسان بدو پیوستند. اما چندی بعد لشکری که نصر ابن سیار به دفع او فرستاده بود با او تلاقی کرد. جنگی سخت و خونین روی داد. یحیی با یارانش کشته شدند. رمضان 125 هجری. سرش را به دمشق بردند و پیکرش را بر دروازه جوزجانان آویختند تا روزی که یاران ابو مسلم بر خراسان دست یافتند او همچنان بردار بود. مرگ یحیی که در هنگام قتل ظاهراً 18 سال بیش نداشت
و رفتار اهانت‌آمیزی که با کشته او کردند شیعیان خراسان را سخت متأثر کرد. از این رو ابو مسلم صاحب دعوت از این امر استفاده کرد و کسانی را که با او بیعت می‌کردند وعده می‌داد که انتقام خون یحیی را از کشندگانش باز خواهد. در حقیقت خون یحیی مثل خون ایرج و سیاوش بهانه جنگ‌ها شد و بسیاری از مردم خراسان را به کین توزی واداشت و بر ضد بنی امیه هم داستان ساخت. چندان که ابو مسلم چون بر جوزجانان دست یافت قاتلان یحیی را بکشت و پیکر یحیی را از دار فرود آورد و دفن کرد. مردم خراسان 70 روز بر یحیی سوگواری کردند و در آن سال چنان که مسعودی نقل می کند هیچ پسر در خراسان نزاد الا که او را یحیی و یا زید نام کردند. این مایه ستمکاری که از بنی امیه و عمال آنها صادر می شد خاطر مسلمانان خاصه موالی را از آنها رنجور و رمیده می کرد. اما آنچه آنها را تا لب پرتگاه سقوط کشانید تعصب و اختلاف شدیدی بود که بین یمانی ها و مزری ها از دیرباز در گرفته بود و در آخر روزگار بنی امیه ستیزه های خانوادگی را در بین قوم سبب گشته بود. دشمنی میان دو قبیله در تاریخ عرب سابقه طولانی دارد، اما بیخردی و خودکامگی ولید ابن یزید خلیفه اموی مقارن این ایام آن را تجدید کرد. خالد ابن عبدالله قصری که یمانی بود در زمان یزید ابن عبدالملک و برادرش هشام مدتی در عراق حکومت کرده بود. یوسف ابن عمر ثقفی که پس از او به حکومت عراق منصوب شد در صدد برآمد که او را به حبس بازدارد و اموالش را با زجر و شکنجه بستاند. اما هشام با آنکه درباره خالد بدگمان بود به زجر و نکال او رضا نداد. چون نوبت خلافت به ولید رسید خالد را به یوسف سپرد و یوسف او را به کوفه برد و با شکنجه بکشت. یمانیان گرد آمدند و آهنگ ولید کردند. ولید مزریها را به دفع آنان گماشت. در جنگی که میان آنها رخ داد مزریها مغلوب شدند. یمانیها به دمشق در آمدند و محمد ابن خالد را که ولید بازداشته بود آزاد کردند. سپس یزید ابن ولید پسر عم ولید را به جای او برداشتند و ولید را به خواری کشتند. سقوط اموی‌ها. بدین گونه کار خلافت دستخوش هرج و مرج و عرضه تعصب و نزاع یمانی‌ها و مزری‌ها گشت. زیرا مزری‌ها نیز چندی پس از مرگ یزید که بیش از 6 ماه خلافت نکرد، مروان بن محمد را به خلافت برداشتند و بار دیگر یمانی‌ها را زبون کردند. این هرج و مرج مایه ضعف دولت بنی امیه گشت، خاصه که در خراسان مرکز دعوت عباسیان نیز بر اثر این نزاع و تعصب بنی امیه مجال سرکوبی مخالفان خیش را نمی یافتند. شیپور انقلاب طنین افکنده بود و دشمنان هر چند سال در گوشه‌ای از مملکت قیام می کردند. سقوط بنی امیه قطعی و حتمی بود. خراسان مهد افسانه‌های پهلوانی ایران که از مرکز حکومت عربی دورتر بود بیش از هر جا برای قیام ایرانیان مناسب می نمود. به همین جهت وقتی قدرت بنی امیه رو به افول می رفت دعوت عباسیان در آنجا طرفداران بسیار یافت. دعوت ابو مسلم در آن سامان با شور و علاقه خاصی تلقی گشت. کسانی که از جور و تحقیر و بیداد عربان به سطوح آمده بودند این نهضت را مژده رهایی خیش تلقی کردند. نصر ابن سیار که در خراسان شاهد این احوال و اوضاع بود در پایان نامه‌ای که به مروان آخرین خلیفه اموی فرستاد اضطراب و نگرانی خود را از توسعه نهضت ابو مسلم آشکارا بیان می کرد و از حیرت و خشم می گفت و می نوشت که من درخشیدن پاره‌های آتش را در میان خاکستر معاینه می بینم و زودا که پاره‌های آتش افروخته گردد. 2 پاره چوب آتش را برمی افروزد و همیشه سخن مقدمه عمل قرار می گیرد. من از سر تعجب همواره می گویم که کاش می دانستم بنی امیه بیدارند یا خواب.
اما بنی امیه در خواب بودند. خواب غفلت و غروری که همیشه دولت‌های خودکامه و ستمکار را تا کنار پرتگاه سقوط می‌کشاند. قیام ابو مسلم بود که آنان را از این خواب خوش برانگیخت و بنیاد خلافت اموی را یکسره برانداخت.